سلام آقا، چطوری؟ خوش اومدیم به یه ویدیو دیگه از چنل آموزش کرده. تصمیم گرفتم خیلی بخوام تایم ویدیومون رو زود به زود کنم که حالا یه پیشرفتی داشته باشیم. یکی که گفتم بهتون بگم تو این ویدیو، همون که تامنیل ویدیو دیدیم، اومدم بهتون میگم که اگر ارور بلغ 57 در والورانت دارین چجوری فیکس کنیم. من خیلی ویدیو رو دیدم و میتونم بهتون به طور قاطعیت بگم که 100 این ویدیو برای شما مفیده و کار میکنه. خب حالا قبل اینکه بریم سراغ ویدیو، لطفا چنل رو سابسکرایب کنید، ویدیو رو هم لایک کنید، یه کامنت هم بذارید که کلی به ما انرژی میده. بدون هیچ معطلی بریم سراغ ویدیو. خب ببینید، شما در مرحله اول اینجا کامند cmd یا ویندوز R رو میزنین، cmd رو سرچ میکنید. خب وقتی که cmd اومد بالا، یه عبارتی sc delete vgc رو میزنید. vgc. خب اینو که زدیم، بعدش میایم میزنیم دوباره sc delete vgk. اوکی. حالا اینجا سیستم من از قبل ندارم اینا رو. میدونین چرا؟ اینا چون الان اینو که بزنیم ما باید سیستم رو ریستارت کنیم. من از قبل اصلا اینا رو پاک کردم. اوکی. دیلیت میکنین اینا رو. خب حالا داخل پوشه سروایس میرین. من اینا رو همه رو دیلیت کردم، ولی خب شما میتونید برید اینجا VGC رو پیدا میکنید. خب VGC رو پیدا کردین، اینا بذارینش روی اتوماتیک. اوکی. و اپلای اوکی. اوکی میکنید. این هم قسمت بعدی. پس ببین چی شد. اول اون رو دیلیت میکنیم، ولی اول اون دیلیت VGC و VGK رو زدیم. بعدش چیکار میکنیم؟ بعدش باید سیستم رو ریستارت کنیم و دوباره بیاریم بالا. حالا چیکار باید بکنین؟ اینجا ما میایم داخل پوشه درایو سیمون. خب این پروگرام فایل، اگر من پیدا کنم، اینجا ریوت ونگاردمون رو دیلیت میکنیم. حالا ممکنه ترایگن بده نشه، به خاطر اینکه ما تسک منیجر ریوتمون باز. ببین من الان ریوت گیمم باز. ترای اگین رو میزنم، ببین معمولا بازه. حالا چیکار کنیم اگر بازم نشد برای شما؟ یه کار خیلی خفن تر که میتونین انجام بدین، خود ریوت ونگارد هم تست بدین. حالا اگر ترایگن بزنیم بازم نشد، بذارین. حالا ببین اون مهم نیست. شما میتونید برید تو استارت اپس. اینجا تو استارت اپ ریوت کلاینت رو کلا ببندی با ریوت ونگارد که کلا نیاد بالا. حالا یه بار سیستم ریستارت کن دیگه. الان این کارو بکن. اوکی. الان هم چیکار بکن. اوکی. بعد الان سیستم تو ریستارت میکنی. وقتی برین داخل گیم، حالا من الان نمیرم دیگه تا این ویدیو زیاد میشه. وقتی برین داخل گیم ازتون میخواد که ریوت ونگارد رو دوباره دانلود کنید. دوباره دانلود میکنیم و کارا انجام میشه و خیلی گیم فیکسه. حتما اگر اوکی شد چنل رو سابسکرایب کنید، ویدیو هم لایک کنید، کامنت هم بذارین، کلی به ما انرژی میده. دمتون گرم که تا اینجای ویدیو همراه ما بودین. بدون یعنی خیلی ممنون و تا ویدیوهای بعد بدرود.